مدتی بود اشبل مایع سفید داخل فریزر داشتم. گفتم چی درست کنم؟ بهترین گزینه رو درست کردن کوکوی اشبل دیدم. اشبل رو به این صورت یه پوسته نازکی روش داره که اونو جدا میکنید. یه سری رگم داره که اونا رو هم جدا کنید ازش. با دست به این صورت ورز بدین که خاویرای ماهی از همدیگه سوا بشه و به این صورت حالت خمیری بگیره. حالا پیاز و سیر رو هم رنده کنید. عزیزان با لایک، کامنت، سابسکرایب، فالو کردن و زدن زنگوله کانال خودتون حمایت کنید تا آموزش‌های دیگه‌مون هم داشته باشید. حالا نمک و فلفل و زردچوبه به همراه سبزی کوکوی خرد شده و سرسم که قسمت مهمش سرسم هستش که بوی زخم ماهی رو و اشبل رو میگیره. تخم مرغ رو اضافه کنید، مخلوط کنید تا یک دست بشه. تو این قسمت من 2 قاشق آب نارنج اضافه کردم که اینم اختیاریه. مخلوط کنید. یکی 2 قاشق آرد گندم اضافه کنید تا کمی منسجم بشه و به مایتابتون نچسبه. حالا روغن رو داخل مایتابه بریزین، داغش کنید. مایع کوکو رو داخل مایتابه یک دست پهن کنید، درش رو بذارید تا کوکوی اشبل مغز پخت بشه. بعد از اینکه کاملا زیرش سرخ شد، یک تخته یا اینکه به این صورت برش بزنید و برگردونید. دیگه طرف دیگهش نیازی نیست که درشو بذارید. به این صورت که سرخ شد، یک کوکوی پفدار و خوشمزه و لذیذ درست میشه که اصلا نگران بوی زخم کوکو نباشید. حتما امتحانش کنید عزیزان. نوش جان.